سلام. سلامی به عظمت پاکی قلب‌های کودکان. امروز 13 آبان روز دانش آموز است. همان روزی که رژیم شاه در 13 آبان 57 سینه آنان را که در دانشگاه تهران جمع شده بودند رو برای رسیدن به آزادی و عدالت اجتماعی به گلوله بست. روزی که رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی 36 سال تلاش میکنه اون رو در سایه شعارهای توخالی مرگ بر آمریکا و گرفتن سفارت آمریکا نگه داره. گرفتن سفارتی که الان برای مذاکره رسمی با آمریکا میگن کی بود من نبودم، ولی هنوزم نون شعارهای دروغین خودشون رو میخورن. رژیمی که قدرت سرنگونی رو در اعتراضات توده‌ای و بسته شدن مدرسه ها دیده بود و از همون ابتدای روی کار اومدنش تلاش کرد روحیه مبارزه رو در جوانانی که انقلاب کرده بودن رو خاموش کنه. با دار و شکنجه در سال 60 خواستن لیست دانش آموزان فعال از تمامی رؤسای مدرسه ها، دستگیری و شکنجه و اعدام سالهای اولیه 60 که بیش از 60% زندانی ها رو زیر 20 سال تشکیل میداد. دانش آموزانی که مهر 60 به مدرسه رفتند و جای خالی دوستانشون رو با دردی جانگاه شاهد بودند. این روز رو که روز دانش آموز رو به همه دانش آموزان تبریک میگم و به امید روزی که دوباره جوشش و شور اونها رو ما ببینیم برای گرفتن آزادی و عدالت اجتماعی. دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما، دشت بی فرهنگی ما، طرز تموم علفاش خوب اگه خوب بد اگه بد، مرد دلای آدماش دست من و تو، باید این پرده ها را پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما.
دبستانی من فریدون فروغی، یاد او و تمامی دانش آموزانی که در راه آزادی و عدالت اجتماعی جان باختند گرامی باد. دیروز صبح شنبه 3 آبان 1393 ریحانه جباری بعد از 7 سال تحمل شرایط بسیار سخت زندانهای جمهوری اسلامی در زندان رجایی شهر توسط دژخیمان جمهوری اسلامی اعدام شد و با این عمل برگ رنگین دیگری بر کارنامه سیاه و مملو از شکنجه و اعدام دولت روحانی افزوده شد. اعدام ریحانه جباری به رغم تمامی مخالفت‌های افکار عمومی علیه این اعدام، این حکم ناعادلانه خشم و نفرت مردم را هرچه بیشتر علیه مقامات حاکم و سیستم کثیف قضایی آنها برانگیخته است. ریحانه جباری در سال 1386 وقتی که 19 سال بیشتر سن نداشت، به اتهام قتل یک مرد 47 ساله که قصد تجاوز به وی را داشته بود توسط مأموران رژیم دستگیر شد. نام مرد مقتول مرتضی سربندی بود که به گزارش خبرگزاری‌ها وی از اعضای سابق وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده است. قاضی بیدادگاه جمهوری اسلامی بدون توجه به همه نواقصی که علیرغم اعترافات به زور گرفته شده از متهم در پرونده این زن وجود داشت و شک و تردیدهایی که در رابطه با اتهامات منتسب به وی موجود بود، وی را به اعدام محکوم کرد. همزمانی اجرای حکم اعدام این زن زندانی با شرایطی که رژیم جمهوری اسلامی برای شدت بخشیدن به فضای رعب و وحشت در جامعه از طریق اراذل و اوباش مزدور خود به اقدام بی سابقه اسیدپاشی به صورت زنان دست زده است، خود تا حدی اهداف جمهوری اسلامی از موج اعدام‌هایی که به راه انداخته است را نشان می‌دهد. در شرایطی که اسیدپاشی‌ها در اصفهان نفرت زنان و مردان مبارز ایرانی از رژیم را چندین برابر کرده، علیرغم فضای وحشت آوری که دستگاه سرکوب رژیم ایجاد کرده است و در واقع در اعتراض به این وحشیگری‌ها جمعیت زیادی در تهران و اصفهان به خیابان‌ها آمدند و شعار می‌دادند که اسیدپاشی جنایت، ای هموطن حمایت. روشن است که جمهوری اسلامی بنا به ماهیت ضد مردمی خود راهی به جز توسل به سرکوب و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه ندارد، به خصوص که اعتراضات و تظاهرات مردم خشمگین موجب ترس و وحشت سردمداران رژیم گشته و باعث شده تا آنها ضمن دندان نشان دادن به یکدیگر از این جنایت تبری جویند. شیوه برخورد سردمداران رژیم که با توسل به اعمال زور به متفرق کردن مردم در اصفهان پرداخته و یا در تهران گارد ویژه سرکوب را در مقابل وزارت کشور در جهت مقابله با مردم مستقر نمودند، خود به روشنی وحشت رژیم از اوضاع ملتهب جامعه را آشکار می‌سازد. واقعیت این است که همچون 35 سال گذشته سرکوب توده‌ها و تشدید فضای رعب و وحشت در جامعه تنها راه تداوم سلطه دیکتاتوری حاکم میباشد. با توجه به این واقعیت شکی نمیتوان داشت که جمهوری اسلامی اعدام ریحانه جباری را نیز در خدمت این هدف خود قرار داد تا به خیال خود از زنان معترض زهر چشم گرفته باشد و با به رخ کشیدن قساوت و بیرحمی خود آنها را وادار به عقب نشینی نماید. جمهوری اسلامی در شرایطی که بحران‌های اقتصادی و اجتماعی هر روز فزاینده‌تر از پیش گریبانش را گرفته و نارضایتی مردم عاصی از گرانی و تورم و فساد در اشکال مختلف بروز بیرونی پیدا کرده و علیرغم وجود جو پلیسی در جامعه مردم را به اعتراض علیه نظم موجود به خیابان‌ها کشانده و از آنجا که قادر به پاسخگویی
و حل هیچ کدام از بحران‌های موجود نمی باشد، جهت حفظ نظام گندیده‌اش بیش از گذشته به سرکوب به عنوان برنده ترین ابزار سلطه‌اش متوسل شده و در تلاش است تا با تشدید اختناق، ترس و رعب و وحشت را در جامعه مستولی سازد. در چنین اوضاع احوالی است که بر اساس گزارشات رسمی دولت روحانی در یک سال گذشته، یعنی بین ژوئیه 2013 تا ژوئن 2014، دست کم 852 نفر را اعدام کرده است که تازه 8 نفر از این افراد در زمان وقوع جرم در سنین زیر 18 سال بودند. تجربه 35 سال حکومت جمهوری اسلامی به روشنی نشان داده که حیات جمهوری اسلامی با تکیه به سرنیزه و اعدام و جنایت بوده است. بنابراین تنها راهی که در مقابل مردم ما برای نجات از این شرایط دهشتناک وجود دارد، مبارزه برای سرنگونی انقلابی این رژیم دار و شکنجه می باشد. بدون مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و نظام نکبتبار سرمایه‌داری که این رژیم با دار و شکنجه و اعدام از آن حفاظت می کند، امکان برقراری جامعه‌ای فارغ از زندان و شکنجه و اعدام وجود ندارد. سارا نیکو، 4 آبان 1393. با تشکر از ایشان. ترانه دست‌های خلق از گروه یورم که میگه مبارزه تنها درمان درد خلق است. با تشکر از این گروه بسیار زیبا.
چرا اسید؟ مگر چاقو و پنجه بکس و زنجیر کفایت نمی کرد؟ چرا آنها را با طناب خفه نکردند؟ چرا به آنها شلیک نکردند؟ چرا اسید؟ مگه اسید فرقی داره؟ مگه اسید چی داره که دیگر آلات جنایت و خشونت نداره؟ یه فرق مهم، اسید میسوزاند، ذوب میکند، حل میکند، نظام رو در هم میریزد. اسید آدم نمیکشد، زیبایی رو میکشد. این کشور با زیبایی مشکل داره. لباس سیاه رو دوست داره، صورتک‌های مخفی در پشت چادر رو دوست داره، دریاچه‌ها و رودهای خشک رو دوست داره، قلعه‌های خراب رو دوست داره، درختان قطع شده و حیوانات منقرض شده رو دوست داره، صورت‌های خراشیده از فقر و درد رو دوست داره. هر نظمی، هر هارمونی و زیبایی در این رژیم جرمه. موسیقی جرم است، رقص جرم است، رنگ‌های شاد جرم است، لب‌های خندان جرم است، زن جرم است. اربابان تاریکی بالهای سیاه جهل را بر آسمان این شهر آویختند. خورشید را از پرچم ما برداشتند و تبعید کردند. حالا دارند شمع‌های کمسوی خود رو به بهای خون ما می‌فروشند. سپاس از سهیلای عزیز برای ارسال این متن. موضوع انشا محرم. محرم خیلی خوب است. ما محرم رو دوست داریم. دوستم پوسترهای خواننده‌های معروف رو از بساطش جمع میکنه و آخرین ورژن پوسترهای علی اکبر و حضرت عباس رو در بساطش پهن میکنه. اکبر بلا هر شب با دوست دخترش به هیئت میان، چون فقط این روزها اجازه میدن دوست دخترش تا آخر شب بیرون باشه. قدرت سامورایی شبها در تکیه لخ میشه و میدانداری میکنه و روزها مردم رو لخ میکنه و زورگیری میکنه. آقای صلواتی، ببخشید آقای سلطی، تا پایان 40 تمام پاساژاش رو سیاه میکنه و تا آخر سال هم مشتریاش رو. گلمکانی صاحب بزرگترین بنگاه ملک و ماشین شهر 1 ماه تکیه را میندازه و خودش در روز تاسوعا سر مردم گل میماله و 11 ماه هم سرشون شیره. جباری رئیس شرکت لبنیات و شیر 30 شب شیر صلواتی به خلق خدا میده و 335 روز هم با اضافه کردن آب شیرشون رو میدوشه. حاج منصور مداح بعد از محرم 1 خونه خرید و بعد از 1 ماه عزاداری 1 سال به ریش مردم میخنده. ما هم پاتوقمون رو از کافی شاپ ها به پشت دسته های عزاداری انتقال میدیم. پس نتیجه میگیریم محرم خیلی خوبه. با تشکر از مسعود عزیز برای ارسال این متن. بیانی در رابطه با کوبانی. جنگ نابرابر در کوبانی با اردوی ارتجاع بار دیگر ثابت کرد
تا زمانی که نیروهای مترقی و آزادیخواه متوجه نشده‌اند در پس هر اقدامی و عملی منافعی خوابیده است و این منافع چیزی جز تقلای طبقه حاکم برای حفظ نظم موجود نیست، سخن گفتن از آزادی و رهایی شعار پوچی بیش نیست. اپورتونیست ها نباید فراموش کنند وقتی دیروز گرد سیاست‌های گماشتگان بومی امپریالیست ها و سیونیسم بین الملل جمع شده بودند و از برنامه به اصطلاح استقلال این حکومت که چیزی جز جنگ زرگری با گماشته بزرگ نبود دفاع جانانه می‌کردند، در حالی که داعش به بخش بزرگی از عراق با سکوت و همراهی همین گماشته کوچک مسلط شده بود، اعدام‌های صدها نفری از جوانان مردم بی‌دفاع را با سبعت و حیوانی‌ترین وجه ممکن راه انداخته بود، آن موقع نه فراخواری در محکومیت توحش داعش داده میشد و نه چیزی به نام جنایت علیه بشریت بر زبانها بود. حال چه شده است؟ امروز چپ شرمگین دست به دامان دولت‌های سرمایه‌داری دراز کرده است تا از وقوع یک جنایت بشری دیگر در کوبانی جلوگیری نماید، در حالی که تا دیروز و به درستی حزب اتحاد دموکراتیک شاخه PKK در سوریه را عامل بشار اسد دانستند. آیا زمان آن نرسیده به این آشفتگی و استیصال فکری برای همیشه درمانی جستجو کرد و تز بی‌منطق دشمن من دوست من است را برای همیشه به گورستان اذهان باطل سپرد؟ اما در این میان روح آزادی خواهی و تسلیم ناپذیری مردم مبارز کرد، خصوصا زنان مبارزی که پیوسته و همواره نقش برجسته در مبارزات آزادی خواهانه داشته‌اند، به مانند سایر مردمان ستمکش جهان نمیتواند و نباید دستاویزی برای اهداف و منافع اردوی ارتجاع و اپورتونیست های حامی سرمایه قرار گیرد. آنهایی که در خارج از ناسیونالیست های رنگارنگ کرد که خود بستر استمرار و تداوم هزاران رنج و مهنت را با سازشکاری، مذاکره و دنبال کردن منافع فردی و گروهی بر این خلق تحمیل کرده‌اند، می‌خواهند این جنگ را با شناسنامه کردی به جهانیان معرفی کنند. اگر این عمل در خدمت نظام سرمایه نیست، پس چیست؟ موضع کمونیست‌ها و تمام نیروهای آزادیخواه و انقلابی در این جنگ که نه در کوبانی آغاز شده است و نه در کوبانی پایان خواهد یافت کاملا روشن است. این جنگ به موازات هزاران جنگ و کشتار نظام سرمایه‌داری در سراسر جهان پیش می رود و دو جبهه بیشتر ندارد: جبهه یاغیان و چپاولگران و مرتجعین تحت رهبری امپریالیسم و سیونیسم و جبهه اردوی استثمار شوندگان و فرودستان. صف مستقل نیروهای انقلابی نمیتواند دستاویز تمایلات ناسیونالیسم کرد باشد و با پرچم آن به جنایات نظام سرمایه‌داری در سراسر جهان پرده استتار بکشد. کمونیست‌ها ارزنده ترین تاریخ مبارزات و مقاومت‌ها را دارند. کافی است آن تجارب را دریابیم و به کار ببندیم. مضحک‌تر از این نمی شود نیروی ادعای انقلابی کند و در این حال از دشمنان طبقاتی خواهان استمرار جنایت باشد. اشاره به آنهایی که ترکیه، ایران و غرب و غیره را متهم به کوتاهی در اقدام علیه جانیان داعشی می کنند. گویی که اولا جنایت و کشتار در این نظام مقوله غیر طبقاتی است و در ثانی داعش از آسمان نازل شده و هیچ دولت سرمایه نقشی در تجهیز و تقویت آن برای انجام این جنایات نداشته‌اند. حال باید همین دولت‌های جنایتکار ناجی بشریت شوند و در نقش آنتیتز ظاهر شوند. 8 اکتبر 2014 روزبه کروغلو. با تشکر از ایشان. کوبانی رو غمگینه شبی تلاش بخوینه حسر تاوانده بارینه آه کوبانی حسر تاوانده بارینه آه
بخوینه حسر تاوان دبارینه آه کوبانی حسر تاوان دبارینه آه کوبانی عشق‌های گم شده. لارا فابین در حقیقت خواننده‌ای که عاشق یه پسری میشه، پسریشون رو ول میکنه میره. این خانوم 12 سال افسردگی میگیره و دیگه نمیخونه. 6 سالم حرف نمیزنه. دکترش تو آسایشگاه روانی میگه فقط یه راه هست، اونم اینه که مستقیم ببریمش روی صحنه. چون چند زبونه بوده، بلژیکی، فرانسوی، ایتالیایی، انگلیسی، فراخوان میدن که برای سلامتیش و بهبود حالش بیان کنسرت و اگر ارکستر نواخت و فابیا نخوند مردم این آهنگ معروف رو بخونن. بعد مستقیم از تو آسایشگاه میاننش روی صحنه و بعدش لارا بعد 10 سال شروع به خوندن میکنه و دوباره به دنیای هنر برمیگرده. Song
این قطعه به نام دوست دارم که یکی از احساسی ترین صحنه‌های موسیقی جهان هستش. و شکنجهگر ستار در حضور مادر ستار و وکیل ستار خانم پورفاضل که اینجا هستن و قاضی اون پرونده خود اعتراف کرد که ستار رو زیر شکنجه کشتم. ستار میخندید و من او را میزدم. آنقدر زدم که ستار زیر دست من از بین رفت. این رو باید در تاریخ نوشت. در دادگاهی که شکنجهگر اعتراف می کند آنقدر زدم تا زیر دست من مرد. آیا تا کنون پرونده ای با این صراحت برای اعمال جنایت دیده اید که شکنجهگر خود اعتراف کند که آنقدر زدم تا مرد و در پیش مادر این را بگویند؟ آنها نمیفهمند مادر یعنی چه. آنها از عشق مادرانه هیچ چیز نمیفهمند و نمیدانند با این مادر تا آخرین لحظه عمرش چه کردند. لحظه های شکنجه ستار توی پرونده درد شده و همه اون برای مادر قرائت شده و مادر با تک تک لحظه های شکنجه فرزندش شکنجه می شود. از همین چند جمله من چی برمیاد؟ من از همه شما دوستان سوال می کنم آیا واقعا منکری بالاتر از این هست؟ یعنی چه دیندار باشید چه دیندار نباشید، چه مذهبی باشید چه نباشید، اما بالاخره انسان هستید. آیا منکری بالاتر از قتل یک انسان وجود دارد؟ در حالی که در همین متن مقدس قرآن اشاره شده که اگر کسی به ناحق کشته شود گویی جامعه بشری کشته شده است. آیا کشته شدن جامعه بشری و کشته شدن ظالمانه ستار منکری قابل چشم‌پوشی است؟ اگر نه پس این آمران به معروف و ناهیان از منکر طی این 2 سال چه کردند؟ چگونه است که امروز در مجلس نمایندگان مجلس طرح امر به معروف و نهی از منکر را علم کرده‌اند اما 2 سال است که این مادر بر سر این مزار می‌گرید و ستار می‌گوید؟ چرا هیچ ناحیه از منکری تا کنون صدایش بر نیامده؟ چرا همان نمایندگان که در مجلس از ناهیان از منکر که در تشکیلات حکومت وارد خواهند شد قصد حمایت دارند، اما هیچ کس از صدای این مادر به عنوان ناحیه از منکری به زشتی کشته شدن یک انسان زیر شکنجه دفاع نکرده است. از کدام منکر می‌خواهید نهی کنید؟ به کدام معروف می‌خواهید امر کنید؟ آیا منکری بالاتر از کشته شدن بیگناهی چون ستار بهشتی، چون هدا صابر، چون حاله صحابی، چون ندا آقا سلطان، چون سهراب اعرابی و هزاران هزار، آیا منکری بالاتر از این را جامعه بشری تجربه کرده است؟ پس چرا نهی نمی کنید؟ چرا در دادگاه ها به این قطعها رسیدگی نمی شود؟ کدام یکی از این پرونده ها به سرانجام رسیده است؟ مال ملت را به تاراج بردن، اختلاس هایی که دیگر حتی روزنامه نگاران توان نوشتنش را ندارند، حتی
چون بدحجابی منکر است. اما این 4000 نفر کجا بودن وقتی ناله های مادران کشته شدگان از سینه هایشان برخاست؟ برادران و خواهران، حسین این روزها برای معروفی بزرگ قصد کربلا کرده. حسین آمر به معروفی است که علیه حکومت شوریده. آن حکومت ظالمانه است. حسین امر به معروف و نهی از منکر را علیه حکومت به کار گرفت، نه برای آل و خانواده و ملت خود. منکر در این جامعه بسیار است، ما هم میدانیم، اما هیچ کدام از این منکرها به سرانجامی که باید ملت علیه آنها قضاوت کنند، دادگاه ها علیه آن قضاوت کنند، مسئولین آن را در دستور کار خود قرار بدهند، ما شاهد نیستیم. امروز دومین سالگرد کشته شدن ستار بهشتی زیر دست شکنجهگر است. من به مادر ستار هم تسلیت و هم تبریک میگویم. خون پاکی داشت ستار، همچو خون حسین، همچو خون سیاوش که در کل تاریخ جاری خواهد بود. تبریک میگویم به او که چنین فرزندی را با تمام رنج‌های مادرانه یک مادر ایرانی بزرگ کرد و به چنین جامعه‌ای تقدیم کرد. اما تسلیت میگویم و این تسلیت من اول به خودمان است که در مقابل چنین منکرهایی سکوت کردیم و از مادر ستار طلب حلالیت میکنم. خیلی ممنون. سخنان نرگس محمدی رو بر مزار ستار بهشتی در دومین سالگرد شهادتش شنیدیم. عزیزان، در اینجا به هادی خرسندی گوش میکنیم. مثنوی مامتوی پشم و آبروی دین. پاسداری کرد حمله مثل گرگ جانب پیرزنی مادر بزرگ. البته مادر بزرگ ها همه پیرزن نیستن، ولی پیرزن بودن هم بد نیست. پاسداری کرد حمله مثل گرگ جانب پیرزنی مادر بزرگ. گفت پیدا باشد از تو تار مو، بردی از پیغمبر و دین آبرو. در کمیته امشبی داری پناه، میبریمت صبح فردا دادگاه. پیرزن لرزان شکسته بیرمق، هرچه چین در صورتش جوی عرق. گفت دینی با چنین قدر و مقام، صاحب پیغمبر و کلی امام. این همه آخوند از بحرش قطار، مجتهدهایش بزرگ امامه دار. جمله توضیح المسائل ها قطور، هر یکی 76 تا بوفکور. بوفکور قطرش اینقدره، این توضیح المسائل ها هر کدومش الحمدلله. جمله توضیح المسائل ها قطور، هر یکی 76 تا بوفکور. قصه گلشیری از صرفش عقب، دولت آبادی ز نحوش در عجب. آنچه در آن هست آداب خلا، واقعا باید نوشتن با طلا. البته طلا کم خواهد اومد، نرخ طلا در دنیا بالا خواهد رفت. آنچه در آن هست آداب خلا، واقعا باید نوشتن با طلا. با سخنهایی چنین نقض و نکو، دین کجا دارد غمی از تار مو. این همه سرباز و هنگ و پادگان، حافظ اسلام و پرچمدار آن همه سردارها گرد قلچماق. صبح تا شب در کنارش
جفت و تاق، من کجا زورم به کاری میرسد، لطمه این از موی و تاری میرسد. هیچ مو شمشیر نیکویی نشد، هیچ دینی بسته مویی نشد. پیرزن کلمات قصار داره میگه هیچ مو شمشیر نیکویی نشد، هیچ دینی بسته مویی نشد. من که از پیغمبر و از دین او بردم استغفرالله آبرو. پاسدارش گفت زان موی سپید کی شما پیران خجالت میکشید؟ چیست پس آن صورتی روش لبت جز نشان دشمنی با مذهبت؟ روسری جورجت که نه ابریشم است، قیمتش را هرچه پندارم کم است. چکمه هایت لابد از ایتالیاست، الفتی شاید تو را با مافیاست. بس همه اینها گرانتر مانتوت، دلز مردان میبرد رخت نوت. پشم مانتو میکند اغوایشان، لرزه اندازد به سر تا پایشان. چیست این مانتو که تو داری به تن، چادر مشکی سرت کن پیرزن. مانتوت طرح نو است و پشم ناب، سنبل طاغوت و ضد انقلاب. این بده تا من به مستضعف دهم، حق فرستاده چرا از کف دهم. گر رهایی خواهی و شلاق هیچ، میدهم چادر شوی دورت بپیچ. مانتوت بگذار و پشت سر نبین، موی خود را هم بپوشان بعد از این بگفت و حکم حق اجرا نمود، خود نوشت آن را و خود امضا نمود. داد او را کهنه پاره چادری، گفت بر سر کن که سرما میخوری. پس برون آورد مانتو از تنش، برد لابد هدیه بر مادر زنش. گفت آن بانوی مانتو باخته، کهنه چادر بر سرش انداخته. آبرو بردم زدین با تار مو، دادمش با پشم مانتو آبرو بردم زدین با تار مو، دادمش با پشم مانتو آبرو. عاشق روی تو که این گونه بر دف میزنم. من عاشق روی تو که این گونه بر دف میزنم. میسوزم و بر تسلای جگر دف میزنم.
میزنم با صدای سالار عقیلی. صدای بی صدایان. جلسه دیروز عصر مجلس شورای اسلامی به دلیل غیبت 50 نماینده تشکیل نشد. علی لاریجانی هم عصبانی شد و گفت این افراد باید از مردم عذرخواهی کنند. ولی من به عنوان نماینده یه نفر از مردم نه تنها از این اقدام نمایندگان مجلس ناراحت نیستم، بلکه خیلی هم از اونا تشکر میکنم. چی کارشون دارین؟ اگه همین مجلس در همین 8 سال تشکیل نشده بود، اصلا اگر در این 35 سال مجلس نداشتیم، اون هم با نمایندگانی که با 200,000 رأی نماینده مردم تهران شدن، مثلا همین بزرگترشان که کوچک زاده ترینشان هست، درد سرمون کمتر نبود؟ چه عیبی داره؟ من که از همه نمایندگان مجلس درخواست میکنم که به خانواده هاشون برسن، خرید عیدشون رو بکنن، برن آفریقای جنوبی از پارک جنگلی دیدن کنن، برن زیارت حج و سفرهای استانی. هیچ اشکالی نداره. مطمئنم مردم زندگی بهتری خواهند داشت، هم دولت موفق تر خواهد بود، هم وضع حقوق بشر بهتر میشه، هم مشکلات کشور ممکنه که کاملا حل نشه ولی خیلی خیلی کمتر میشه. واقعا اگه این احمدی نژاد 8 سال به جای اینکه روزی 10 ساعت کار کنه روزی فقط 2 ساعت کار میکرد، الان به جای 100 میلیارد دلار پول گم شده فقط 20 میلیارد از ثروت کشور گم شده بود. باز 80 میلیاردش جای شکرش باقی بود که بود. این جانب ضمن تشکر از کلیه نمایندگان مجلس از اونها خواهش میکنم، تمنا میکنم اصلا نگران نباشن، بروید تفریحتان را بکنید. فقط میخواهید دست هم بزنید اشکالی نداره، دست بزنید ولی جای دوری نرید. استاد حوزه و دانشگاه گفت در نگاه غربی است که لیاقت مادر شدن رو از زنان میگیرند و زنان را خودخواه و خودپرست تربیت میکنند تا در راستای حفظ ظاهر خود نسبت فرزند آوری از خودگذشتگی نداشته باشند. به گزارش خبرگزاری تصنیم از استان تهران، حجت الاسلام علیرضا پناهیان ظهر امروز در همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی که در مصلی بزرگ حضرت عبدالعظیم حسنی برگزار شد اظهار کرد در واقع کربلا مادرانی چون حضرت رباب، فرزندانی چون حضرت علی اصغر را فدایی راه ولایت امام حسین قرار می‌دهند. اگر حضرت رباب به اندازه ذره‌ای در این کار تردید داشت، فرزندش شهید راه ولایت نمی‌شد. وی افزود عظمتی که حضرت علی اصغر در طول تاریخ اسلام در جهان ایجاد کرده به دلیل عشق حضرت رباب به ولایت امام حسین بوده. حضرت رباب بدون تردید فرزندش حضرت علی اصغر رو فدایی راه ولایت کرد. استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد اگر امیرالمومنین پسری چون حضرت عبدالفضل عباس که قهرمان دشت کربلاست داره،
به خاطر مادر شجاع و قهرمان پرور او حضرت ام البنین بوده. امیر مومنان پسران دیگری چون محمد ابن حنیفه هم داشت که در جنگ‌ها رشادت و شجاعت لازم رو نداشتند و امام درباره ایشان به صورت صریح فرمودند این به خاطر مادر ویه که زنی ترسو بوده. گروه‌هایی از کسانی که خود را آمران به معروف و ناهیان از منکر می‌خوانند در میدان امام حسین تهران تجمع کردند. شرکت کنندگان در این تجمع در قالب گروه‌هایی از مناطق مختلف شهر تهران حضور داشتند. تجمع‌های مشابهی هم در شهرهای دیگر هم برگزار شده. در تهران احمد خاتمی از روحانیان تندرو در میان سخنرانان تجمع بود و یکی از سخنرانان دیگر از اقدام مجلس ایران برای تصویب طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تشکر کرد. در مقابل 2 روز پیش شماری از مردم مجلس را متهم کردند که با این قانون در کنار اسیدپاشان قرار میگیرند و خشونت علیه زنان رو عادی میکنند. برخی از چهرهای محافظه‌کار و مقامهای قضایی اسیدپاشی‌های اصفهان و پوشش رسانه‌ای اون رو توطئه‌ای علیه امر به معروف و نهی از منکر عنوان کردند. سخنان گهربار حجت الاسلام نبویان. قرآن کریم میگوید اگر کشورهای 5 به علاوه 1 الان پای میز مذاکره ما اکراه آمدن 5 به علاوه 1 الان پای میز مذاکره ما اومدن دلیل ضعف اونهاست نه ما. چون قرآن این است که آمریکا هیچ وقت دست از سر ما بر نمی‌دارد، زیرا دعوا بر سر اندیشه اسلامی مطرح شده و از سوی ایران و جهان بینی مطرح شده از سوی آمریکاست. اونها ما رو ول نمی‌کنن. آیت الله سعیدی امام جمعه قم گفته است دانشمندان ما باید تحقیق کنن ببینن در این موقعیت حساس واقعا این حادثه آذربایجان زمین لرزه بوده که سرمنشأ اون فساد و بی‌حجابی است یا از طرف استکبار و صهیونیسم یک نوع حمله نظامی به یک زلزله سیاسی به ما وارد شده. الان اتفاقی که حادثه دلخراشی که در اصفهان افتاد موضوع بحث اسیدپاشی و اینها مطرح شد، من دیدم که رسانه‌های غربی و حتی جاهای مختلف این رو هم به موضوع حقوق بشر و اینها گره میزنن. یعنی هر
چیزی رو دستمایه قرار میدن بلکه بتوانند یک تصویرسازی دروغین از جمهوری اسلامی ارائه بدن. این رو در واقع جمهوری اسلامی چگونه استدلال میکنه؟ به نظرم این موج میگذره به اساس یک جنایت بسیار هولناک. البته نه اولین جنایت است در ایران و جهان و متاسفانه شاید آخرین جنایت در کل جهان نباشه، مشابهین همیشه بوده و ما با این جنایت با قدرت برخورد میکنیم قطع نظر از حرف اونا. اما مطمئنم دستگاه امنیتی ما و قضایی ما ریشه این جنایت برمی‌داره. اما میزان تبلیغاتی که به این قضیه شده، این تبلیغات گاهی تو ذهن من این خلجان رو میاره که نکنه که اصلا خود این قضیه آلوده باشن بعضی از کشورها در این قضیه. البته اگه دست اونها باشه اون دست‌ها هم قطع میکنیم ما. اینجوری نیست که اونا بتونن در این دست‌ها دست‌درازی کنن، ولی این شایبه وجود داره. اونها برای رسیدن اینها شما در جریان فتنه 88 دیدید که در تهران چه کردن. یه دختر بیچاره ندا آقا سلطان رو اونجوری در خیابون کشتن، ازش عکس گرفتن. قاتل در انگلیس الان شق را میره، کسی بهش کار نداره و بعد اون همه جفسازی علیه ایران شد. خب چی شد؟ یا نمونه های دیگر. اینا برای رسیدن به اغراضشون هیچ جنایتی دریغ نداره. منتها این هم از اون گذشته این رو خمیرمایه درست کردن برای تهاجم به اسلام، اونم به یک حکم بسیار نورانی در اسلام که امر معروف و نهی از منکره، اونم در آستانه به اصطلاح محرم و دهه عاشورا که اصلا این قیام امر معروف و نهی از منکره. حالا من طرفدار تئوری توطئه و کانسپیرسی تئوری نیستم، منتها گاهی تو ذهن آدم میاد نکنه اینا به هم یه ربطی هم داشته باشه. بله. افاضل محمد جواد لاریجانی رو شنیدیم. عزیزان، شب‌های دلتان پرستاره و روزهای زندگیتان گرم و آفتابی. تا درودی دیگر، بدرود.